خواهران عزیز، خیلی که کمی پیش گفته گذاشتم، امروز تفسیری که همراه شما میگذاریم سوره زلزله هست که اساساً درباره احوال روز قیامت گپ میزند، ولی در این آیت در این سوره آیت هست که عموما آیت جامع هست، یعنی گویا که کلی معنای زندگی ما را در بر میگیرد که انشاءالله خیلی امیدوار هستم هم خودی من هم شما هم عمل کننده باشید. درباره فضیلت همین سوره در سنن ترمذی بعضی کتاب های سنن آمدگی هست که ثواب 4 قرآن را دارد. اگر مثلا سوره اخلاص ثواب 3 قرآن را داشته باشد، سوره اذا زلزلت الارض زلزالها ثواب 4 قرآن را دارد، اما احادیث ضعیف هستند. حدیث ها چه هستند؟ ضعیف هستند، ولی در فضیلت اعمال حدیث های ضعیف هم در نزد اکثریت علما عمل کرده می شود. این سوره هم درباره احوال قیامت در اول صحبت می کند و چه خیلی می داند در قرآن کریم اگر از 4 یک قسم گویم هم خطا نمی کنیم، آیت ها درباره قیامت می رود و از پیامبر هم صلی الله علیه و سلم صحابه ها زیاد درباره احوال قیامت میپرسیدند، درباره قبر میپرسیدند، درباره سوال و جواب میپرسیدند. همه که دیگر گویا که یک بار به بهشت رفته باشند، از نعمت های بهشت زیادتر و زیادتر درباره چی؟ درباره فتنه های قیامت و چگونه نجات یافتن از عذاب قیامت میپرسیدند که این تقوای آنها را زیاد میکرد. و همین روزها خودتان هم شاهد هستید، شاگردانی که در گروه ها هستید، میبینیم که زنهایی که درباره آخرتشان میپرسند، زنهایی که درباره نجات از عذاب دوزخ میپرسند خیلی کمند. تقریبا 99% گویم خطا نمیکنم سوال درباره شوهرم، خوشتامنم، خواهر شوهرم، زن برادر شوهرم است که از یک جهت میگوید خیر بیچاره ها همین قدر زندگی رو میبینن، از جهت دیگر و الله قسم دل آدم دیگر دل آدم یک مسلمان ریش میشود که چرا زندگی یک زن مسلمان فقط باشد شوهرش و خواهر شوهرش و خوشتامنش و از قیامتش نپرسد، از تربیه فرزندش نپرسد، از نجات یافتن از عذاب دوزخ نپرسد. آره شوهرت هم یک پهلوی زندگیت هست، خویش و تبار شوهرت دیگر اساس آرامش زندگیت هست، با آنها اگر معامله پیدا کن، لیکن این معنیش این نیست که کل زندگیت این است. حاضر جوان هستیم تا 40 سال 50 سال بعد از این دیگر نه همه در راه خودش میماند. پس از بیماری، پس از علل خصوص سن سال رفتن دیگر باید نگاه کنیم به زندگی پیران سالان، یعنی از آخرت خود زیاد باید بپرسیم تا دنیایمون آباد شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که پگاه روز بیدار شد و غمی او دنیا هست، الله تمام غمهایش را پیش چشم او می آورد، یعنی گویا که غمش همهش چی می شود؟ دنیایش می شود. و اما کسی که از خوابش بیدار شد و گفت امروز برای رضایت الله من چی کار باید کنم، دیگر دنیا از پی او می آید و الله خودش، خداوند خودش کفایت کننده ای حیات و زندگی او می شود. برای همین همسران پیامبر را هم سوال هایی که از پیامبر کردن میپرسید، فلانی زند این گونه گفت چگونه است. این سوال ها خیلی کم است. روز قیامت همه برهنه بیدار میشوند، ما چی کار میکنیم؟ من از مرگ میترسم، این چی میشود؟ پیامبر به من ذکر بگوید که ثوابش زیاد باشد، من به قبرستان داخل شوم چگونه دعا کنم؟ یعنی این گونه از آخرت خود زیاد میپرسیدن. و میبینید یک نفری که اهل دین است یا یک عالمی که او باید مردم را از آخرت شناساند، مردم او را دیگر فقط به زندگی زن و شوهری داخل میکنن. از چی سبب؟ از اینکه ما درباره آخرت از اینکه زیاد فکر نمیکنیم، سوالمون همش دنیا هست. این مشکلی است خواهران عزیز، این خیلی مشکلی هست. پس از مرگ حال ما چی میشده باشد؟ چه عملهای ما را از روز قیامت نجات میافته باشد؟ این چیزها در ذهن ما باشد. پروردگار اگر غم شما آخرت باشد، یقین بدانید دنیای شما آباد است، شوهر شما دیگر آباد است، اهل بیت خانه فرزندان شما دیگر همان گونه که بالای شما غم می آورند غم نمی آورند.
و من زیادی به شاگردها میگویم که با استادایی که درس خوانده بودم، مثلا ام عبدالرحمن 8 فرزند داشت، اصلا فکر نمیکرده که این زن 8 فرزند دارد. 8 فرزنده که همش تقریبا کلانی و حافظ قرآن بودن در خانه. اون زن و زنی و اون کارهایی که مثلا در بعضی خانه های 2 فرزنددار هست نمیدیدید، برای اینکه زن بیدار میشد بعد از بامداد. من مثلا شخصا در خانهش بودم که باید قرآن میسپاریدم، بعد از شام دیگر درساش در مسجد بود. یعنی غم آخرت که بود، من آرامی را در زندگیش شخصا خودم مثلا دیده بودم، دیگر استادها هم همین گونه. پس غم ها رو باید چی کرد؟ غم آخرت کرد. و سوره هایی که هم خونده استادیم ببینید، القارعه هم درباره آخرت بود. این سوره هم الله درباره آخرت میگوید. الله میگوید بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. وقتی میبینی که زمین به شدت میجنبد، یعنی وقتی تو شمایان مسلمان ها یا هر کسی که زنده هستید، پیش و پیش قیامت هر کسی که هست این چیز رو شاهد می شود که زمین به شدت چی می شود؟ می جنبد یا زمین به لرزه می آید. و وقتی می بینی، یعنی با همین معنا است که روزی می رسد که مردم می بینند که زمین چگونه به شدت به جنبش می درآید. و زمین جنبی شدید خواهران عزیز یکی از نشانه های قیامت است. و شما می دانید که اگر زمین به مثلا درجه 7 و 8 جنبی، دیگر همه را در میکشد، خانه ها نابود میشوند. شدت آن زمین لرزه خیلی و خیلی بالا است که پروردگار خودش نگه دارد. در دوامش میگوید اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی قیامت واقع شدنش، اگرچه نشانه های قیامت انشاءالله به نزدیکی میخوانیم، یک چند نشانه های مشهورش هست یا نشانه های کبرا میگویند، بعد نشانه های کوچکش هست که الله که اکثریتش وقوع شده است. اما از نشانه هایی که همین زود قیامت می شود این چی هست؟ زمین لرزه که با شدت است. و اخرجت الارض اثقالها، و وقتی که این گونه زمین به شدت می جنبد، تمام وزمینی هایی که در داخلش هست آنها را بیرون می کند. و اکثریت علما میگویند یعنی تمام مرده های خود را، تمام مرده هایی که در داخلش بود با همان جنبش چکار میکند؟ به بیرون زمین میپرتاید. در حدیث دیگر آمده است که حتی تمام ثروت های خود را، چه از طلا باشد چه از نقره باشد، شما میدانید که این ثروت های زیر زمینی الان طلای سیاه، نفت و اینها همش داخل زمین است. و وقت قیامت برپا شده ایستاده است و ثروت های زیر زمین بایگری ها به بیرون می آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند گروه آن طلا و نقره را دیده میگویند به خاطر همین من آدم کشتم. یک گروه میگویند به خاطر همین طلا و نقره من با خویش و تبار خود قهری بودم. بعضی ها میگویند به خاطر همین طلا و نقره من جزا گرفتم، یعنی دستانم بریده شد، دزدی کردم، الان به درد کسی آن نمیخورد. یعنی همون مال دنیایی که امروز تقریبا 98 گویم جنگ و جنجال های جدی حتی بین دولت ها و بین مردمان اساسا پول مال دنیا هست، در آن روز همش در کوچه ها پاشیده و به درد کسی نمیخورد، کسی به آن نگاه هم نمی کند. و اخرجت الارض اثقالها، یعنی در آن روز زمین هر چی که در خود دارد، چه از مرده ها باشد چه از ثروت ها باشد، بیرون میبرد. و قال الانسان ما لها، و انسان هایی که در آن وقت زنده هستند میگویند ما لها، به زمین چه شد؟ این چی هست که زمین در این حالت است؟ الله میگوید یومئذ تحدث اخبارها، آن روز زمین تمام خبرهایی که بالای او شد و گذشت به الله خبر میدهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زمین در آن روز شهادت میدهد که فلان مرد در بالای من این گناه را انجام داد و فلان زن این کار را انجام داد. و زمین یعنی شاهدی میدهد به هر کاری که بنده ها در بالای او کردن. و الله اگر خواست همه چیز میداند به زبان میدراید، چی اعضای بدن ما باشد، چی حیوانات باشد، چی زمین و ستاره و ماهتاب و هر چی که هم باشد. و زمین هم
به سخن می درآید و هر آن چیزی که در بالای آن زمین رخ داد خبر می دهد به الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگویند زمین را احترام کنید، این زمین است که هر کاری که شما کردید در وقتش به الله خبر میکشد، یعنی گناهایی که شما کردید آن گناههای شما را به الله میگوید و تمامی عملهایی که بالایش انجام شد به الله میگوید. چرا میگوید؟ یوم ایزین تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، برای آنکه پروردگارت به او وحی کرد. یعنی پروردگار به زمین گفت ای زمین و من بگو، شهادت بده، در حالی که الله خودش شاهد است، ناظر است، با خبر است. باز هم برای مردمان این چیز اثبات شدن چی میگوید؟ زمین خبر بده که اینها بالای تو چی کردن. پس در کدام گوشه زمین، چه تاریکی باشد، چه روشنی باشد، چه دور از مردم باشد، هر کاری که کرده و جز این دو فرشته که در کتفان ما می نویسند، باز همون مکانی کرده امان هم چی هست؟ شاهد است، گواه هست، گواه زنده هست که به الله خبر می دهد. از الله باید بترسیم و در کجا چی کار کرده ایستادیم باید بدونیم. و گناه در روح زمین در همه جاش گناه هست، اما گناه در مکان مقدس باز هم بالاتر است. چگونه که کسی در داخل مسجد اگر به گناه دست زد یا در خود حرم در نزدیکی بیت الله در کعبه دست به گناه زد. در دوامش الله میگوید بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. آن روز مردم رو میبینی که گروه گروه روانه میشوند، یعنی مرده ها هم از زمین بیرون میشوند و همگی چی میشوند؟ گروه گروه به دو طرف میروند. گروه به طرف راست که آنها اهل ثواب هستند و گروه به طرف چپ که آنها اهل جزا هستند و اهل دوزخ هستند. لیروا اعمالهم، برای دیدن سزای عملهایشان. یعنی آن روز تو با همون گروه هستی که مثل تو بودن، یعنی یا مثل تو گناهگار بودن یا مثل تو صالح کار بودن. با کدام گروه هستی این را در دنیا تو انتخاب میکنی و در قیامت خواهی نخواهی از جمله آنها میشوی. اصلا وجود ندارد که یک منافق در روز قیامت همراه مؤمنان باشد. اصلا وجود ندارد که پروردگار یک مؤمنی صالح از الله میترسیده را داخل منافقین یا داخل کفار کند. نه، اهل گناه با اهل گناه، اهل ثواب با اهل ثواب در آن روز جدا می شوند. در دوامش آیتی که گفتم در برگیرنده تمام دنیای زندگی ما هست. الله میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و هر کسی که ذره خوبی کند آن را خواهد دید و هر کسی که ذره بدی کرد آن را خواهد دید. و ذره چیزی هست که از کوچکی وزن ندارد، یعنی ذره 1 گرم هم نیست، نیم گرم هم نیست، از 0.1 گرم هم نیست. اینقدر چیزی کوچک است که بعضی علما میگن وقتی دستت رو به زمین میمونی و مایده در دستت کوچکترین چیزها از زمین، از خاک باشد، از ریگ باشد پیدا میشه، اون ذره هست. عموما ذره یک چیزی عموما بی‌قدر است. و الله میگوید هر کسی که یک ذره، یعنی به مقدار کمی خیر خوبی کرد آن رو میبیند و آن کسی که به مقدار کم بدی کرد آن رو میبیند. راستی خواهران عزیز، من در تاجیکستان یکم به بعضی کتاب تفسیر آسان بیان و علامه مؤلفش را حفظ کند یا از بعضی استادها وقتی همین آیت را پرسیده بودم این را به قیامت ربط کرده بودند که روز قیامت میبیند. اما در تفسیر قرطبی و اینچنین در تفسیر ابن کثیر هم که از هر دو من اکثریت با شما درس میگذارم، درباره همین آیت چیزی به حد، یعنی چیزی گفتگی هستن که خود ما رو هم خیلی به یک تشویش آورد. اینجا امام قرطبی از روایت از عبدالله ابن عباس می آورند. عبدالله ابن عباس را دیگر می شناسید که از عمک بچه پیامبر بودند و با برکت دعای پیامبر مثل عبدالله ابن عباس کسی نبود که تفسیر قرآن را بداند. و حتی
در بین علما، در بین صحابه های بزرگ، حضرت عمر جای میکردن که چیزی که عبدالله ابن عباس میداند دیگر صحابه های بزرگ حتی نمیدانستند، در حالی که وقتی پیامبر مردن عبدالله ابن عباس یک بچه خردکک بودن. عبدالله ابن عباس میگویند همینجا الله میگوید هر کسی که کوچکترین خیر کند، عمل خیر انجام داد، آن را میبیند. هر کافری که کمترین عملی ثواب کرد، یا گفتیم عملی صالح کرد که در آن خیر است برای چه حیوان چه انسان، برای کی نباشد هم، یعنی هر کافری که کوچکترین کاری ثواب یا کاری خیر کرد، در همین دنیا الله ثواب او را میدهد. در همین دنیا برای آن نیکی کرده اش اجرش را میبیند، اما برای آخرتش چیزی نمیماند، برای آخرتش هیچ چیز نمیماند و او از این دنیا با کارهای خیر خود اجرش را یا گفتیم پاداش خیرش را در همین دنیا میبیند و میرود، اما در آخرت به جزای آن کفرش داخل چی میشود؟ دوزخ میشود. یعنی همه عملهای نیکی کرده او ثوابش را چی است؟ مکافاتش را در همین دنیا میبیند. و هر مسلمانی که کمترین گناه را در دنیا انجام داد، جزایش را در همین دنیا میبیند، تا اینکه در روز قیامت به او یگان جزا نمیماند و به عوض کارهای خوبی کردهش داخل جنت میشود. و سبحان الله، این یک قانونی هست که نگاه کنید، کافر کارهای خیر کردهش را جزایش را در دنیا میبیند و در آخر برای او ثواب نیست، جای از جهنم است. مسلمان گناهایی که کرد اگر توبه نکرد، و دیگر میدونیم توبه گناه ها رو میپوشاند، اما گناهایی که بر علا از الله نترسیده انجام داد، یا بعضی گناهایی که دیگر توبه هم مثلا توبه راستی نبود یا نصوح نبود، جزای آن را در همین دنیا میبیند میگویند. و اینجا حدیث می آورند از حضرت ابوبکر که باره وقتی همین سوره خوانده می شود، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، و عیناً همین آیت هر کسی که خوبی کرد آن را می بیند و بدیش را می بیند. ابوبکر صدیق می گویند پیامبر، من هر بدیه که میکنم، من یک گناهی که میکنم، من جزای آن را میبینم. یعنی من در همین دنیا گناهی کردم رو جزایش به من عیان میشود. پیامبر میگویند شما مثقال ذره، یعنی کمترین چیزهای میده گناهی که میکنید بدیش رو میبینید، کم کمترین چیزهای بد گناهایی که ثوابی که میکنید در آخرت میبینید. و در روایت دیگر گناهایی که شما در دنیا مسلمان ها انجام میدهید، یا در فرزندتان یا در عائله‌تان، یعنی زنتان یا شوهرتان یا در یگان چیزتان، همون گناهی کردگی شما به شما برمیگردد. یعنی یک نافرمانی از طرف زن، یا یگان بد اخلاقی از طرف شوهر، یا یک کاری از طرف فرزندها، جزایش رو در همینجا میبینید، اما در آخرت آن را نمیبینید. در روایت دیگر حضرت ابوبکر گریه میکنند که چی هست که مثلا همین گونه میشود که من خودم جزای گناه ها رو میبینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، یعنی با همین مقصد میگویند که کاش یعنی ما گناه نمیکردیم. پیامبر میگن ابوبکر اگر شما گناه نکنید، الله قومی را می آورد که آنها گناه میکنند و سپس توبه میکنند. یعنی انسان باید گناه کند، اما گناه های شما چی است؟ در حال است، در دنیا هست. به نزدیکی بود شاید خواهر در همینجا باشن، یکی از شاگردا گفتن که من همین خیلی استاذه، یعنی بسیار گناه هایم رو بر علا در مصیبت فرزندها میبینم یا چیزی دیگر، که من گفتم به الله گمانی نکنید، ولی به الله قسم خواهرها من در خودم هم همین چیز رو زیاد دیدگی هستم. یعنی هرچی باشد آدمیزاد انسان هستیم، انسان خواه و ناخواه که به وسوسه شیطان گرفتار می شود، به وسوسه نفسش، نفس اماره، تنبلی، به وسوسه انسان های شیطان صفت، بعضی کارهایی که
از من رخ میدهد و من میدانم که این چیز گناه هست، 2-3 روز نکشیده من جزایش رو گویا یا از یگان کاری بدی فرزندها باشد، یا یگان مشکلی عائلوی باشد، یا یگان مشکلی در سلامتی باشد، یا تنبلی در درس دادن باشد، یا تنبلی در حفظ قرآن باشد، یا تکرار قرآن در خودم، یعنی شاهد هستم که همین چیز عیان است که یکی از علمای مشهور حسن بصری بود، میگویند من سزای گناهایم رو در فرزندم و در زنم و در مرکبم میبینم. یکی فرزندم بد اخلاق میشود یا که از زنم کارهای میبینم که میگم این گناه من بود که الله مرا جزا داده است. و همین آیتی که الله میگوید ذره خیر شما میبینید جزای آن را و ذره بدی کردهتان را هم میبینید، یعنی آیتی هست که خواهران عزیز باید دربارش فکر کنیم. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه میگویند اتق الله ولو بشق تمره، عایشه خودت را از آتش جهنم دور کن اگرچه با دادن نیم پاره خرما باشد. یعنی معنیش چی است؟ من و شما مثلا به یک نفر یک دانه خرما یک طرف استاد، یعنی نیم پاره خرما یک طرف استاد، یک دانه خرما رو برای دادن شرم می‌داریم، میگیم چیزی کوچک است، از این چی ثواب گویا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حتی نیم پاره خرما دهی هم که یک عملی کوچک است تو رو از دوزخ دور میکند. و در حدیث دیگر میگن حتی یعنی لا تحقرن من المعروف شیئا، میگن از کارهای ثواب یگان چیز رو حقیر نشمارید. یعنی یگان کار ثواب رو شما این کار ثوابی کم است نگویید، اگرچه با چهره کشاد به برادرتان روبرو شوید هم همین ثواب هم برای شما چه است؟ ثواب است. یعنی حتی تبسم کردن در چهره برادرت یا برای زنها با یک تبسم به خواهر مسلمانت سلام دادن هم این یک عملی ثواب است که به این تو سزایت را یا گفتیم به این تو پاداش میگیری. و با یک چهره زشته که نگاه میکنی که اون طرف دیگر از چهرهت من به این چی گناه کردم که این گناه نگاه کرد، میگوید تو دیگر چی هستی؟ گناهگار هستی. برای همین کوچکترین گناه ها هست که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن ایاکم والمحقرات الذنوب، شما از گناه های کوچک بترسید، برای اینکه آنها جمع میشوند و صاحبش رو هلاک میکنن. یعنی و در همین آیت هم آمده است که سبب نازل شدن همین دو آیت که کوچکترین خیرهای کردد را میبینی، کوچکترین گناهی کردد را میبینی، میگویند بعضی مسلمان های بودن که برای یک کمبغل، برای یک فقیر چرمغز دادن یا گفتیم خرما دادن یا چیزهای کوچک دادن را حقیر میدانستن، یعنی این با این ثواب نمیگیریم میگفتن. بعضی مسلمان ها هم بودن که غیبت و بعضی گناه ها رو میکردند و پروا نمیکردند که این گناه نیست، همین هم گناه هست و این آیت نازل شد. و حدیث ها خواهران عزیز این رو قوی میکند که پیامبر چه گفتن؟ حتی یک آبی که به دلوی یا سطیلی یک مسلمان میریزی به اون ثواب میگیری، آبی که به حیوان میدهی به اون ثواب میگیری، آبی که به حیوان میدهی، تبسمی هم که میکنی، یعنی تمامی کار خیر رو شما کوچک نشمارید. در ما همین چیز هست. و درباره زنها علل خصوص میگن به همسایه نیکی کردن رو با یک یعنی استخوانی پا باشد هم، یعنی چی پخته باشه هم کم نشمار، به همون یک کاسه اوقاتی که میتی یا یک کاسه خوراکی که میتی، یک بردنانی که میدهی، به قنبغل ها یک تینی سیاهی که میدهی در نزد تو قدر ندارد اما به اون ثواب میگیری. یعنی اینجا ما در وقت مثلا خیر کردن، مثلا گفتیم به کرته خیریه مثلا یگان که 100 روبل پرتافتن شرم میداریم، میگیم پولی کم است، لیکن وای طرف چی میگفته باشد، شما نباید وای طرف رو فکر کنید. ما این کار رو به خاطر الله میکنیم، به خاطر الله میکنیم و به همین هم ثواب میگیریم. یعنی در وقت ثواب کردن چی هست؟ کوچکترین ثوابی که میکنید به آن یقین بدانید که به خاطر الله باشد، برای اون که انما الاعمال بالنیات، این کارمون به خاطر الله باشد ثواب میگیریم. در مسئله های عائلوی هم همین گونه، مثلا حاضر یک مد شده است
خدمت شوهرم را کنم ثواب میگیرم یا نه. خویش و تبار شوهرم آمد به آنها را مهمان کردن من فرض است یا نه. یا باز چی میگیم، لباسی مثلا کدام یکون مهمان را شستن من فرض است به من. شما از فرض نپرسید، از ثواب بپرسیم. یعنی سبحان الله، مهمان آمد کی نباشد هم مهمان را احترام کردن از ایمان است، فرض است در اسلام. احترام مهمان خواهران عزیز کی نباشد فرض است. و وقتی همچون مهمان خانه تو آمد، به خاطر الله مهمان کنید، به خاطر الله خدمت کنید، به خاطر بگوید پروردگارا حتی یعنی کوچکترین همین عمل رو من به خاطر تو میکنم، از این ثواب از تو جویم، و این ثواب میگیریم. به جای اینکه بپرسیم که از این کاری ثواب این به من فرض است یا نه را پرسیدن، به همین ثواب میگیرم یا نه. چقدر کارهایی هست که در درون خانه‌تان برای فرزندتان انجام میدهید، برای شوهرتان انجام میدهید. مردها پیامبر چی میگن صلی الله علیه و سلم؟ حتی خوراکی که به همسرت میدهی وقتی به خاطر الله است، به اون ثواب میگیری. یعنی نیت ها وقتی به خاطر الله شد، هر دقیقه و لحظه و هر کاری که حتی در خانه میکنیم به اون ثواب میگیریم. اما مشکلی ما چی هست؟ عملهای انجام میداده امان، یا عملهایی که ما آن را میکنیم اجرش را از انسان ها انتظاریم. وای نمیکنه چرا من کنم، من کردم و خسته شدم از او چیزی ندیدم، اصلا کی هست که من به او کنم، وای به من هیچ کار نکرد. یعنی ما برای مردم که کار میکنیم، نه اجرش از طرف الله می آید، نه اجرش از طرف همان مردم. اما یقین بدانید، احترام کردی احترام میبینی به خاطر الله، خدمت کردی برایت خدمت میکنن، دیگرها نکنن. یعنی با یک گروه هست خواهران عزیز که برای آنها شما به خاطر الله خدمت میکنید، به خاطر الله مشکلی های آنها رو آسان میکنید. حتما از آنها شما خوبی نمیبینید، الله یک گروه دیگری رو برای شما نصیب میکند که آنها برای شما خوبی کنند، برای شما خدمت کنند. به پدر و مادر خود خدمت کنید. از فرزندتان نبینید، از یک نبیره اتون میبینید یا از کسی دیگر. حتما این چی از قانون الله هست، خیریره و شریره. یعنی خوبی هاتون رو هم میبینیم و بدی ها رو. اما در دنیا هم مسلمان ها مکافات میشوند به خوبی هاشان، اما مثل کفار نه. و همینجا همین تفسیر عبدالله ابن عباس که کافر به خوبی های کردش در دنیا جزا میبیند. خواهران عزیز، من درباره انسان های مشهور خواندن و معلومات پیدا کردن رو خیلی دوست میدارم. اکثریت نفران مشهوری از حد ثروتمنده که مثل آنها دیگرها نیستند، وقتی سرگذشتشان را میخوانید، یک کارهای کردن برای انسانیت که خیلی و خیلی کارهای بزرگ است. درباره یک نویسنده بود یا یک زنی مشهور روس، نامش را نگویم، به نزدیکی خوانده بودم که خیلی زنی از همه جهت پیشرفته است. میگوید من سالهای دراز عمرم را در یتیم خانه گذراندم. در یتیم خانه برای چی؟ یعنی میگوید من در بین یتیم ها نشستن را دوست میدارم. همه وقتی پول جمع میکنند و کار دیگر میکنند، من با پول خودم بین یتیم ها میروم، به آنها صرف میکنم و یک تانه یک چند یتیم خانه در دستی، یعنی نگاه بینش در چی کفالت من است و خیلی مشهورم هست و تقریبا درباره شگان کس گپی بد هم نمیزند. همین گونه مشهورها زیاد هستند. یعنی عیناً همین چیز است که انسان هایی که موفقاً میبینید که یک کارهای خوبی کردن که الله جزای آنها را داده است، کافر باشد هم. اما مسلمان ها هم فراموش نکنیم که وقتی مصیبت و مشکلی سرمان می آید، بعضیش در حقیقت امتحان است. اما می دانید که حضرت یونس چرا ابتلا شدن، امتحان شدن که 40 روز در شکم حوت یا ماهی بزرگ بمانند، از اینکه گناه کوچکی از ایشان سر زد. یا حضرت سلیمان به خاطر اینکه یکم گفتن من در همین شب مثلا صاحب چند فرزند میشوم، پروردگار با یک فرزندی نصف بدنش کار نمیکرده امتحانشان کرد. یعنی گناه های کوچک را پیامبران جزایش را چی بود در دنیا دیده بودند. و ما هم گناه کردید و توبه کردید چیزی دیگر. برای این حدیث است که میگن وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن گناه کردید، در حال طهارت کن و 2 رکعت نماز توبه بخوان، به پروردگار توبه کن، به پروردگار رجوع کن.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگارا تو یگانه هستی، پاک هستی، این من هستم که از ظالمان هستم، من هستم که دست به گناه میزنم. توبه کن. توبه گناه ها رو میبرد. اما نترسیده پی در گناه هستیم، جو مشکلی هست که مصیبتش در دنیا هم می آید، به سرمان هم می آید، خود یکی از آن بخبر میمانیم. برای همین گفتم این دو آیت اساس زندگی هست. کوچکترین خیرها رو میکنید به خاطر الله کنید، ثوابش رو میبینید. کوچکترین گناه ها میکنید، یعنی نباید مغرور شویم که گناهی کم است. دیگرها دزدی کرده ایستادن، من کمی غیبت کردم. دیگرها زنا میکنن، من یک فیلم هندی دیدم یا فیلم ترکی دیدم. نه، گناه های کوچک هم رفته رفته صاحبش رو هلاک میکند، سبب آمدن مصیبت ها میشود. این بود خواهران عزیز سوره زلزال. پروردگار عمل کردن را نصیب کند. به سوره بینه بهترش نگذاریم که کمی درازتر است، 9 آیت است. درس آینده صحت و سلامت باشه ان شاء الله میگذاریم. الان سوالی داشته باشید بفرمایید خواهران. حاضر من 1 دقیقه باز میکنم. ام مریم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاذ جان، همین ما مغازه خودمون هست، فقط با نیت کار میرم که مثلا پولی میگرفتگی من معاش میتیاده شوهرم هوای خیر کنم و با پدر و مادرم روی کنم، نه که به خونه صرف نمیکنم تماما. در همین چی گفتنی شما؟ ثواب میگیرید، شما ثواب میگیرید به این معاشتان، حق خودتان است. شوهرتان با خبر هستند از این؟ با خبر است، میگه معاش تو به من رفشه در کار. الله حفظ کند. یعنی خیلی شوهرها کم هستند که میگن معاشت به من در کار نیست، برای اینکه بعضی خواهرها میگن به اجازت شوهرم هیچ کار کرده نمیتوانم. الله حفظ کند شوهرتان را، به این ثواب میگیرید. خواهرم بهترین صدقه هست که به نزدیکانت کنی. پدر و مادرتان اگر محتاج باشن، این هم بر والدین است، هم اجر ثواب دارد، هم از یعنی پول حلالتان میکنید، به این ثواب میگیرید. نگاه و بین خانه بالای شوهرتان است، اگر کمی به شوهر هم کمک میکنم گفتید ثواب میگیرید، اما به پدر و مادر فقط باشد هم به این ثواب میگیرید انشالله. یعنی این یگان جای مشکلی ندارد. برعکس هم نیکی کردن به پدر و مادر است، هم دعای آنها رو میگیرید و هم صدقه هم هست برابر این. و ایاکم. حفصه سوال داری؟ حفصه از شاگردای دائمی ما است، برای این به حضور توتو میکنم. ها السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. شما گفتین که یک دانه خرما هم باشد یا چیزی کوچک هم باشد صدقه دهی ثوابش رو میگیری، اما وقت میشه از انسان های بدید میگذارن که یعنی کیرایی نداره، بس برای چی همین را صدقه کرد؟ یعنی اونا به همین گناه میگیرن؟ نه، به این گناه میگیرن. گفته نمیتوانیم کسی که صدقه نکرد او رو گناهگاری گفته نمیتوانیم، اما کسی که کرد، پیامبر چی میگوین؟ لا تحقرن من المعروف شیئا. از معروف، از کارهای ثواب یگان چیز رو شما حقیر نشمارید، شما بدهید. مشکلی همون در همین است که ما به خاطر اینکه شاید الله نباشد میگیم وای مثلا با او همین رو دادم، چی فکر میکند؟ یعنی همین هم چیز شده است، همین گونه فکر میکنیم. اما شما فقط به خاطر الله دادید، به این ثواب میگیرید. یعنی در این وقت گناهگار نمیشوید یکی ندادید، اما دادید. این چی است؟ ثوابش خیلی زیاد است. برای همین هر چی داریم به قدر توان دادن، این هرچی اجر ثواب ما رو زیاد میکند. اما مشکلی در ما است که ما میگیم، من خودم هم بعضی همین حالت به دچار میشم. مثلا یگان چیزی خوب باشد به همسایه میدهم، اگر به خودم معقول نباشد میگم نه همسایه چی فکر میکنن. اینجا مشکلی در چی هست؟ اینکه به خاطر الله نبو فکر همسایه در من است. این چیز هست که ما رو از دادن چیزهای حقیر یا چیزهای کوچک باز میدارد که این کار خوب نیست. گناه نباشد هم خوب نیست که از ثواب زیاد میمانیم. کی میداند که کدام این خیری ما قبول است؟ کی میداند که شاید به خاطر کوچکترین خوبیه که به کودکو کردیم، حتی به حیوانات کردید، به پیرزن کردید، به کی نکردید، دعای او در حقتان اجابت می شود. پروردگار از این راضی می شود. محمد نمستگی خواهر شما.
صبرینا شما سوال بدید. محمد جواب ندادن. صبرینا. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صبرینا صدای شما علاج گوش کردن است. علاج این خاره گوش کردن است. امیده شما سوال بدید. صداتون قط قط و با بهت بزیب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صداتون یک همسایه همین پیش خونده هستن، یوری هستن. دوستاشم تولد شده. یک تا فرماچه به دستی نیانکشون ازبک زبان روان کردن. اما اگه همچون توفه روی کردن گرفتم. شوهرم جان کردیسته که نمی گرفتی بوده یکون جو بخار توی یا یکون کزده اینا مسلمان را کشته استن. اگه گیم که همین یوری در وی جان میشوان کنی. اگه همون را گفته میگه نمی گرفتی گفته جان کدیسته خطمم. تو خیلی گم کزده چنین چه نمی گرفت و همسایه همچون توفه روی کردن میسو دادری همسایه خوب نمیشه که معابره نروی میکردیم میسو توفه را. خواهرم یهود یوری که گفتید یهود از یهود فرق میکند. یهودی که همسایتان است و به شما هدیه فرستاد معلوم است که او شما رو یعنی همون یهودی که امروز در اسرائیل هستند مثل آنها نیست وگرنه به شما چیزی نمیفرستاد. یهود از یهود فرق همه یهود رو برابر گفته نمی شود. همه نصرانی آره با آنها دوستی کردن ممکن نیست، آنها رو اسلام و مسلمان نمیگیم یا ثواب کار نه، اما یهود از یهود فرق میکند، نصرانی از نصرانی فرق میکند. وقتی نصرانی ها هم با مسلمان ها می جنگن معنیش این نیست که کلی نصرانی رو به این حکم کنیم. چه خیلی که مسلمان از مسلمان فرق میکند. آره یک مسلمان دزدی کرد تمام مسلمان ها رو به چشم بد نگاه میکنن، مثل اینکه امروز روس ها کرده ایستادن، چند سپکتاکل رو کردند و بالای چند تاجیکای بیچاره افتاندن، تمام تاجیک رو با چشم همون تروریستی نگاه کرده ایستادن. اینجا اشتباه از شوهرتون است که گمان میکند همه یهودها یخیل هستند. آره او یهود است، هر چی باشد یهودها در غضب الله هستند، اما وقتی که او به شما هدیه داد معناش این است که او نسبت شما همون گونه که یهودها بدبینی نسبت مسلمان ها در اسرائیل دارند امروزه جنگ ها نیست. برای همین اگر تحفهش رو گرفتید گناهکار نمیشوید. تحفه کافر رو گرفتن، مشرک رو گرفتن برای مسلمان گناه نیست مگر اینکه رشوه باشد، یعنی او به شما تحفه دهد و یگان چیز انتظار باشد. وقتی عادی داد به این گناهکار نمیشوید. و حتی شما هم به من خوبی کرد گفتید و یگان چیز دادید به عوضش به این هم گناهکار نمیشوید. اگر دشمنی بر علا در او بود او به شما چیزی نمیداد. یعنی همه یهود رو با یک چشم نگاه کردن درست نیست. با تمام یهود یک خل نباید ما دوستی کنیم. ولن ترضی عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. اما همسایگی در جای خودش است، خویش و تباری در جای خودش است. یعنی همچون همسایه چیزی داد شما گرفتید به این گناهکار نمیشوید. خواهر مهدیه شما سوال بدهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که خوب و سلامت هستین معلمه جان. الله حفظتون کنه. ما همراه فرزندا گوش کردیم و یک فرزند ما داشته میگه حضرت یعقوب بهر چی خداوند امتحان کرده باشد. خواهرم امتحان تمام پیامبرها که این برای چی امتحان شد، این برای چی امتحان شد برای من معین نیست، شخصا از کمی علم من است. اما حضرت یعقوب را یکی از سببهایش میگویند از حد محبت زیاد نسبت یوسف داشتنش. یعنی بعضی میشود که ما به یک مخلوق اگرچه فرزندمون باشد اینقدر زیاد او را دوست می‌داریم که الله که او در قلب ما جای میشود و الله غیور است. انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ شما مؤمن نمیشوید تا زمانی که الله و در حدیث دیگر پیامبر از همه بالاتر در قلب شما باشد. و شاید که از اینکه مقدار محبت از حد زیاد شد و بعضا به خاطر محبت از حد زیاد به یک مخلوق اگرچه فرزندت باشد یعنی الله از ذکر الله دور میشوی، شاید همین باشد، شاید که از سببهایش همین باشد. خواهر شهنازه شما سوال بدهید. دیگر سوال بدهند. دیگرها یک تا سوال گریم. خواهر شهنازه سوال بدهند.
السلام علیکم استاذه، خسته باشید. سلامت باشید خانم. جزاک الله خیر استاذه. و یک سوالی من این بود که بنده به نماز مثلا اگر بمیرد روحی آن شخص هم از آسمان پس نشود؟ در درس عقیده در این باره صحبت کردیم. اون درباره آدم‌های کافر بود، اما یک بینماز کافر است یا مسلمان است، این مسئله اختلافی است در نزد جمهور علما در اسلام. جمهور علما بجز یک گروه از مذهب امام احمد حنبل و بعضی از علما از علمای معاصر مثل ابن باز و قبل در ابن عثیمین و اینها و ابن تیمیه مثلا، اینها میگن بینماز از روی تنبلی باشد هم او مسلمان نیست. اما در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک، قول در مذهب امام احمد، آدم بینماز مسلمان است اما آلوده گناه کبیره. آیا همین گونه بینماز مثل کافر معامله می شود یا نه؟ این را الله میداند. اما او را مثل کافر است، اینو بعضی از علما میگن. اکثریت علما چی میگن؟ او مسلمان است اما مسلمانی غرق گناه. و هر دو گروه هم دلیل دارند در این باره. کسایی که مسلمان میگن اونها هم دلیل دارند. حدیثی که در سنن ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و میگن کسی که نماز 5 وقتش رو خوان ثوابش به الله هست، یعنی ثوابش رو از الله میگیرد. کسی که نخواند در مشیت الله هست، الله خواهد عذابش میدهد، الله خواهد میبخشد. با همین حدیث میگیرن که او لا اله الا الله محمد رسول الله میگفت، از روی تنبلی نماز نمیخوان او را کافر گفته نمیشود. یعنی این مسئله به کفر و ایمان برمیگردد. اما اینکه او مثل کافر معامله میشود یا نه، یعنی خیلی گفتم در این باره به نماز هم عیناً مثل کافر معامله میشود، یگان دلیل نیست. و از پیش خودمون هم وقتی یک مسلمانه که میدونستیم، یعنی مسلمان دیگر از ظاهرش معلوم است از روی تنبلی نماز نخوان یا از روی چیزی دیگر رفت، دیگر او رو کافر مرد گفتند. اگر به عقیده اکثر علما نگاه کنید این کار درست نیست. ام آمینه شما